چرا اجرایی شدن مکانیزم ماشه زمینه‌ساز حمله همه‌جانبه به ایران نخواهد شد؟ بر اساس ماده 39 فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت باید وجود یک تهدید علیه صلح رو تعیین کنه. اگه امکان حل مسالمت آمیز وجود نداشت، طبق ماده 42 شورای امنیت مجاز به استفاده از نیروی نظامی برای حفظ صلح بین‌المللی خواهد بود. اما مکانیزم ماشه فقط تحریم‌ها رو برمیگردونه و مجوزی برای حمله نظامی به کشور نداره. اقدام نظامی علیه ایران نیازمند یک قطعنامه جدیده و تمام قطعنامه‌های شورای امنیت نیازمند 9 رأی موافق و عدم وتوی اعضای دائمه. موضع چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت، در حمایت از ایران علیه مکانیزم ماشه است، اما چون طبق مکانیزم ماشه اعضای دائم حق وتو در تعلیق بازگشت تحریم‌ها رو ندارن، روسیه و چین نمیتونن جلوی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران رو بگیرن. اما طبق سیاست فعلی دو کشور، در جلسه احتمالی برای بررسی امکان حمله نظامی به ایران، حداقل یکی از دو طرف رأی منفی خواهد داد.